بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید برای صداقت و دوستی شروطی وجود دارد. اگر همه این شرطها یا بعضی از این شرطها در وجود کسی باشد، او اهلیت دوستی را دارد. اما اگر همه این شرطها یا بعضی از این شرطها در وجود کسی نباشد، او اهلیت دوستی را ندارد. انسان نباید با او دوست شود و باید از او دوری کند. امام علیه السلام در این حدیث شریف 5 تا شرط را بیان می کند. شرط اول ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، این که آشکار و پنهان او بر تو یکی باشد. اون چی میگوید، اون چی انجام میدهد در پیش شما با اون چی که میگوید و اون چی انجام میدهد در غیاب شما یکی باشد. الثانیه ان یری زینک زینه و شینک شینه، دوم اینکه ببیند زینت شما را زینت خودش، پیشرفت شما را پیشرفت خودش، بالا رفتن شما را بالا رفتن خودش ببیند. و شینک شینه، و زشتی شما را زشتی خودش ببیند و عیب شما را عیب خودش ببیند و عقب ماندگی شما را عقب ماندگی خودش ببیند. و الثالثه ان لا تغیره علیک ولایت ولا مال، شرط سوم این است که وقتی به دارایی و مال رسید دست از تو بر ندارد، مال و دارایی او را تغییر ندهد. و چهارم و رابعه ان لا یمنعک شیئا تناله مقدرته، و شرط چهارم این است که از اون چی که توانایی دارد نسبت به تو دریغ نبرزد، یعنی انسان بخیل نباشد. اون چی میتواند اگر یک وقتی تو نیاز پیدا کردی و تو کمک کند. و الخامسه و هی تجمع هذه الخصال، و شرط پنجم که از همه مهمتر است ان لا یسلمک عند النکبات، این که در نزد وقتی که انسان بیچاره می شود، وقتی انسان دچار مشکلات و دچار مصیبت ها می شود، او تنها نگذارد انسان را، این که تنها نگذارد تو را در وقت مصیبت ها و در وقت شدائد و در وقت مشکلات. امام صادق علیه السلام در حدیث دیگر از اون حضرت نقل شده است: احب اخوان الی من اهدا الی عیوبی، محبوب ترین برادران من کسانی هستند که هدیه میکنند به سوی من عیبهای مرا، یعنی عیبهای مرا میگویند و به من تذکر میدهند.